بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آیات منتخبات نهمی درس این درس چیزی آیات چه آخر سوره یونس سوره یاسین انتخاب کنه بیتا. این درس تها چیزی آیات چه آخر سوره یاسین و این آیتان موضوع قیامت ثابت کنگه. الله تبارک و تعالی ای کائنات پیدا فرمائنتا انسان، جن و فرشته. فرشته الله تبارک و تعالی معصوم پیدا کرده که آیان فقط الله عبادت کنه، نافرمانی هیچ نکنه. بله جن و انسان الله نافرمانی هم کنه و چه جن و انسان لحظی مردم خوبی هم هست، شری مردم هم هست. لحظی چه جنان و انسانان قیامتش قبول نه، وشی هیچ قیامتی نی، دیگه حساب و کتابی نی، جنت و دوزخی نی. وقتی که گناهان این خبر کنه که قیامتی هسته، الله مردگان دوباره زندگی کن، آیا بطلک جنن. چطور بطلک جنن؟ وشی این هرد که ریزت و ربطن یه شان پدکه زندگی کن. الله تبارک و تعالی گو دلیل ثابت کن که شان ارکنگش گران نه. همه ذاتی که انسانی زمانی ارکتا که هیچ انسان وجودی نبیتا، انسان اصلا نبیتا، الله ارکتا و دوباره انسان زنده کنه کسی مزنی خبری نه. الله چه انسان ارکنگا مسترین کار باز انجام داده، دیگه مسترین کاری باز کتا. پس باید که این خبر منک ببی، قبول کنک ببی که قیامت برحق، حساب و کتاب برحق، انسان چه پاکی ہوتی چه سجعی ہوتی اعمالان جست کنک بی و شری عملانی مزد آیه رسی و سلی عملانی سزا آیه رسی. رب العالمین فرماش که اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه، آیا انسان نگندی نزان که ما انسان چه قطره آبا عد بوده؟ انسان یا برای کلو که فکر کم چاری که انسان ما چی عد بیده؟ چه یک قطره آبا، یک قطره آبا که جو عد کو کم کم چم و دست و پاد و گوش و سری گیشین تن تو مزنی مخلوقی کو. همه ذاتی که چه قطره آبا انسانی برتگ و مزن کده یک مخلوقی عد کده، همه ذات پدا انسان عد کده، پدا انسان که مو زندگی کن. آیا نچارید انسانا، ندیست انسانا که ما پیدا کده انسان من نطفتین چه قطره آبا؟ یه برای جواب چیم؟ بله قطعا انسان درو زانه هنی، خصوصا هنگی زمانگا مردم درو زانه که انسان چه قطره آبا عد بی و انسان دچل روچه همی قطره آب این پدا عوض بی به یک تکه خون بستگی ممات لاپا و اما بچدان آیا بقول اما رحم ماتیگا انسان دچل روچه اما قطره آب این رنچه چل روچه یک تکه خون بی بستگی ورنچ آیا پدا
رنچ چل روش دیگر پدا یا تکی گوشت بی که این تکی گوشت تا الله تبارک و تعالی انسان کل آزان کم کم گیشتنان کن که هنی سونوگرافی گرن تو عکس گرن تو دور چیزا مشخص کنن اما 2 ماه 3 ماهی تا الله میکنه چوک ناقصینه بشی یا ناقصینه نه وہ عکس گرن چارنتی نی انسان پیدا بیتا چه قطره آبا فاذا هو خصیم مبین نی انسان یا بری وتی خلقت نچاری وتی ادبیگو پیدایش نچاری و گو الله دشمنی کن گو الله برابری کن گو الله تبارک و تعالی لوٹی کی چیب کن خصیم و مبین جڑے کن که من قبول نہیں قیامت نیسی ای چی بری تو بر وتا بچر تو که چه کجات که گه تر که هر کده نی الله تبارک و تعالی جست که آیا انسان ندیتا بلا دیتا که انسان زا شری سر یا برک انسان چه قطره آب آده و ضرب لنا مثلا و بتله کی پا ماجتا انسانا و نسی خلقه و پیدایشش مشته و همانه که من چیه بیته کن پیسرا نچی کشی قال من یحیی العظام و هی رمیم جست که ای هردان که هرد کن ای هردان که زندگی کن ای و ریزده و ربطه کن ای پودر بیته کن ای ریزده حلاسه ای ریزده که هردان دوباره که حیات دن که زندگی دن که دوباره شان هرد کن برابر کن قل ای محمد صلی الله علیه وسلم یہ انسانان بی اگلینا بوش قل یحییها الذی انشأها اول مره ای رزدگی هردا هما ذاتی پدا زندگی کن که اولی بری هرد کتگم ای هرد و هیچ نبی تگم هنی هستم هنی هما مثلا رزدگی پودرش موجوده هنی هما رزدگی هرد که خاک بیتگم هما هستم الله دوباره شان زندگی کن پچی الله تبارک و تعالی یا زمانشان هرد تگم هیچ نبی تگم شهیج ربی تگن چه نیست الله هر کتگن گوره الله که پودرش هسته الله که خاکش هسته اللهش پیدا کت نکن اللهش دوباره زنده کت نکن و هو بكل شيء وهو بكل خلق علیم الله تبارک و تعالی به هر چیزی پیدا کنگا دانای الله علم ها الله زانتکاری الله تبارک و تعالی هر چیز پیدا کن پدا نی رب العالمین دیگه مثال جا یا مثالی همشی جا که شما وقتی جنده خلقت ها بچاره که ما شما رو چطور هر کده پدا دوباره زنده کنک شمی آسان پدا کشی الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا الله هم ذاتی که چه سبزی اندره چه آس ارد کده بقول معروف دروج ما شما دیل سر کنده سبز کن چیزی مانه سبزی یا سوره یا هر پیمینی بیبی ایشی نامی کبریت یا شی نام باکس یا شی نام دروج شی قوت موت ماشو جنه چی روشن بی آس روشن بی شی چه ادراج چی گره بی ادراج که پیدا کنه الله تبارک چه سبزی اندره چه الله آس ارد کت کن گوره تو که مرد پدا تر زنده کت نکن الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا الله مزاتی که ارد کت پشما چه سبزی اندره چه آس فاذا انتم منه توقدون پس شما چه درخت جا اوتی آثار روشن کنه اوتی ورگان گراده و تا گرم داره الله کی این قدرتی ها آیتون شما را پدا پیدا کنه اولیس الذی خلق السماوات والارض دیگه دلیلی بیان کنه آیا ذاتی که آسمانی بازی ارد کتگه آسمان بچاره کم که سر بالا بره چما شانک ده آسمان که را بچاره آزادی که آسمانی ارد کتگن والارض و زمینی ارد کتگ آیا توانایی نیستی علی ان یخلق مثلهم آیا قدرت و توانایی نیستی که مثل همین انسان پدا ارد کتگ آسمان به این مزنی ارد کتگ زمین به این مزنی کوه دشت بیابان ارد کتگ نه انسان ہوچ کتا انسان ڈاک با دیتا ہے کہ ہاں میں ہر وقت کی رسا ہے کس جار کتا نہیں کہ یہ چیز ہے آزادی کی آسمان پر مزنی اڑ کتا زمین پر مزنی اڑ کتا آئی توند کہ یہ مردگان دوبارہ چون کیا زندگی چون مردگان دوبارہ پدا رب العالمین زندگی کیا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم آیا آزادی که آسمانی هفتی ارد کتگن تو زمینی ارد آیا توانایی نی که همین انسانان پیمی پدا دوباره ارد بکن بله الله توانایی است و هو الخلاق العلیم و الله تبارک و تعالی هم بازی ارد کنو که باز ارد کنو که باز چیز باز مخلوق ارد تا ایشا همین میدیمه گه الله نامش گیری دیگه چون که مخلوق ها که باش نگنده
دریای تا چه که مخلوق هستن، صحرایان جنگلان تا چه که مخلوق هستن، استاران آنگو دیگه مخلوقی، باز الله دیگه مخلوق هستن و هو الخلاق العلیم، باز ادکنو کی و بازی زانو کی الله تبارک و تعالی. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. شما من نشار نه من نشار، الله زورچو بازه، الله هر وقت چیزی بلوٹی اد بکن فقط همه که ما بگوشی که کن تو ببه فیکون، پس آئی همه ساعت بی چمه پچکنک مچکنک هم نلوٹی همین اندازه الله هر چیزی بلوٹی اد کن فقط بگوشی تو ببه فوراً آئی همه صاحب وجود که اد بیتی. بس این خبره گوشک که ها یہ رزدگی همدان پدا دوباره که زنده کتی که شی بی عقلی خبری. این همه مردم این خبره که که و تا هم جهانیاری تی ربا هم جهانیاری. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، پس پاک الله تبارک و تعالی همه ذاتی که درستین چیز آیه ملکت آیا، آیه اختیار آیا، آیه پاک چشی که گویا یا کسی دیگه شریک کنک بی، آیه باید تنها عبادت کنک بی و تنهایی آیه خالق و معبود منک بی و الیه ترجعون. و شما درو الله گورا فقط چهرده گبی، شما درو پاک کجا برگردینه گبی؟ الله کرا آروچی گوره دیگه نه سفارش کنو که ها، نه دیگه دوستی سنگتی ها، نه دیگه مالی ها، دیگه هیچ چیز درد نبوده، همه چیز درد و که وقتی گوشته ایمان و عمل صالح. و الیه ترجعون، بچاره حواس جمع کنه یا روچی پدا الله دیما شما حاضر کنه گبه، الله که را شما چار ده گبه و رو الله که شما را دوست کن چی جواب ده؟ الله جواب یاری، الله پر شر عبادت کنه، قیامت منکر مبه بزانه که قیامتی هسته. آزادی که انسانی چه نطفه پیدا کرده، آزادی که چه سبزی درخت چه آس اردکه، آزادی که هفت آسمان و زمینی بعد می مزنی گرانی ارد کتگه، آزاد توند که یه مردگان دوباره چون که زندگیش بکن. الله پاکی، الله تبارک و تعالی که را برای حساب دیگه لوٹی برای بهتری که الله خبر بمنه و تا آماده کنه په همار روچی که الله دیما مرا جواب دیگه لوٹی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.